افسانه‌ای ماری سفید از برادران گریم. یکی بود و یکی نبود. یک زمانی در یک کشور پادشاهی بود. او چنان پادشاهی خیرتمند در تمام دنیا مشهور بود. مثل آن که از آسمان به وی خبر می رسیده باشد، آن پادشاه تمام سیر و اسرار دنیا را می دانست. اما او عادتی عجیبی داشت. بعد خوراک نصف روزی، وقتی که همه پراکنده می شدند و دسترخوان را می غنداشتند، خدمتگاری با وفایش و پادشاه باز یک طعام می آورد. آن چه طعام است؟ هیچ کس، حتی آن خدمتگار هم نمی دانست. چون که شاه سرپوش دیگچه را وقتی می کشد که هیچ کس در نزدش نباشد و بعد به خوردن سر می کرد. بعد از چندی حس کنجکاوی خدمتگار زیاد گشت و دیگر طاقت کرده نتوانست و طعام نامعلوم را به خانه چش برد. در را محکم بست و بعد سرپوشی دیگچه را گشاد و در آنجا ماری سفید را دید. هوسش آمد و کمی از آن بریده خورد. همین که لقمه را فرو برد، همانا در نزد تیرزه صدای عجیبی پرنده ها شنید. نزدیکتر رفته دید که گنجشکان بین خود صحبت میکنند. عجیب که آن جوان زبان گنجشکان را میفهمید. خوردن گوشت ماری سفید سبب شد که او با زبان پرنده ها گپ زند و فهمد. اتفاقاً همون روز انگشترین طلایی ملکه گم شد و همه از خدمتگاری با وفای شاه گمان بر شدند. شاه خدمتگار را دعوت کرده سرزنش نمود و گفت که اگر تا پگاه گناهکار را نیابد، خودش را همچون دوست و محکمه می کشد. خدمتگار وفادار با ترس و تشویش زیاد برای حولی برآمد و به فکر فرو رفت که چطور از بلای ناگهانی و تهمت ناحق خلاص شود. در لب جویبار چند مرغابی پر و بال خود را با منقار تازه نموده با هم صحبت می‌کردند. خدمتگار ایستاد و به صحبت آنها گوش انداخت. مرغابی ها با هم دیگر به کجا رفتنشان، چه خوردنشان، در کجا شنا کردنشان گپ می‌زدند. یکی از آنها با تأسف میگفت: در شکمم وزنی حس میکنم. من سراسیمه میرفتم و ناخواست در زیر تیرزه ملکه انگشترین طلایی را دیدم و آن را فرو بردم. جوان خدمتگار این گپ را شنید و مرغابی را برداشت و به آشپزخانه برده و آشپز گفت: همین مرغابی را بکش، بین چقدر فربه شده است. بله، گفت آشپز. مرغابی را برداشته: خوب فربه شده است و وقتی بیرون کردنش رسیده است. آشپز مرغابی را کشت و از شکم آن انگشترین ملکه یافت. همین طور خدمتگاری با وفا بیگناهی خود را اثبات کرد. شاه افسوس خورد و خواست که اشتباه خود را اصلاح کند. با این مقصد به خدمتگارش گفت که هر چی خواهد خواهش کند. اگر خواهد بلندترین منصبی در بالا می‌دهد. خدمتگار این پیشنهاد شاه را رد کرد و التماس نمود که شاه به او اسب و پول دهد. میخواهم که سیر و سیاحت کنم و دنیا را بینم، گفت جوان خدمتگار. شاه خواهش خدمتگارش را اجرا کرد و
و به او به سیاحت برآمد. بوری جوان از نزدیک کل می‌گذشت. 3 ماهی را دید که در کل و قمیص‌زار بند شده بودند و برآمده نمی‌توانستند. میگویند که ماهی‌ها گنگ هستند، ولی خدمتگار سخن آنها را شنید. ماهی‌ها شکایت می‌کردند که دیگر از این بند رها شده نمی‌توانند و بیهوده نابود می‌شوند. آن جوان دلی نرم و مهربان داشت. بنابراین از اسب فرآمد و ماهی‌ها را گرفت و به آب انداخت. ماهی‌ها از شادی و خرسندی می‌جهیدند و از آب سرشان را برآورده گفتند: تو ما را از مرگ خلاص کردی. ما این نیکی تو را هیچگاه فراموش نمی‌کنیم. هر وقتی که لازم شود به تو کمک می‌کنیم. جوان راهش را دوام داد و ناگهان در پیش پایش در ریگزار صدایی را شنید. با دقت گوش کرد و آواز شاه مرچگان را شنید که شکایت می‌کرد: کاشکی آدمان و حیوان‌های بزرگ جثه ما را به حالمان می‌گذاشتند. این را شنیده جوان زود کناری راه برآمد. آن وقت شاه مرچگان گفت: ما نیکی تو را هیچگاه فراموش نمی‌کنیم. اگر لازم شود ما هم به تو نیکی می‌کنیم. جوانی خدمتگار باز راهش را ادامه داد و به بیشه رسید و 2 زاغ را دید. آنها در لانه خود ایستاده بودند و چوچه‌های خود را به پایان می‌برداختند و می‌گفتند: گم شوید تیارخورها، تا کی ما شما را خورانیم؟ اکنون شما کلان شدید. خودتان حسابتان را یابید. زاغچه‌های بیچاره به زمین افتاده از جایشان برخاسته نتوانسته بال می‌زدند و می‌گفتند: حالا ما چوچه‌های میده کک هستیم. پریده نمی‌توانیم. شما که پدر و مادر ما هستید باید به ما خوراک دهید، وگرنه از گرسنگی می‌میریم. خدمتگار شاه از اسبش فرآمد و با شمشیر اسبش را کشت و گوشتش را به زاغچه‌ها داد. چوچه‌ها سیر شدند و گفتند: ما نیکی تو را فراموش نمی‌کنیم. اگر مشکلی به سرت آید ما یاری می‌دهیم. اکنون خدمتگار شاه مجبور بود که پیاده سیاحت کند. او راهی زیادی را طی کرده نهایت به پایتخت کشوری رسید. در کوچه‌های آن شهر مردم زیادی جمع آمده شور و مغم می‌کردند. همین دم پیکار اسب سوار آمد و اعلان کرد: شاه دختر مملکت ما برای خود شوهر انتخاب می‌کند. کسی که خواستگار باشد اول باید شرط مشکلی را اجرا کند. اگر نتواند حیاتش را از دست می‌دهد. جوانان بسیاری سعی کردند که شرط شاه دختر را اجرا کنند و شوهر او شوند، ولی ناکام از زندگی می‌رفتند. وقتی که خدمتگار شاه آن دختر را دید چنان مبتلای حسن بی همتایش گشت که جان خود را به کف گرفته و نزد شاه آمد و طلبگار شاه دختر گردید. او را به ساحل بحر آوردند. شاه انگشترین را به بحر پرتافت و گفت: انگشترین را از قعر بحر یافته بیار. اگر نتوانی تو را به بحر می‌پرتایم. به حال این جوانی بیچاره رحم آدمان آمد و همه پراکنده شده رفتند. وی در ساحل حیران می ایستاد و فکر می‌کرد که چه کار کند. ناگهان دید که 3 ماهی به سویش شنا کرده می‌آیند. آنها همان ماهی‌هایی بودند که یک وقتها از مرگ نجاتشان داده بود. یکی از ماهی‌ها در دهانش انگشترین داشت و آن را آورده پیش پای جوان گذاشت. او خرسند شد و انگشترین را به پادشاه آورده داد
و امیدوار بود که شاه به قول خود وفا کند. ولی شاه دختر چون فهمید که داماد شونده خدمتگار است و او جوابی رد داد و طلب کرد که باز یک شرط را اجرا کند. شاه دختری مغرور و باغ رفت و در روی علف 10 خلطه جو را ریخت. تا سحر پیش از برآمدن آفتاب تو باید این جو را خوانداری. گفت شاه دختر هوشیار باش که یکان دانه اش گم نشود. جوان در باغ نشسته فکر میکرد که چی طور این شرط را اجرا کند، ولی هیچ علاج نیافته. غمگین بود که صبح فرا میرسد و او را به قتل میرسانند. وقتی که نورهای اولین آفتاب درخشیدند، جوانی خدمتگار دید که همه 10 خلطه پر از جو ایستادند و یکان دانه جو گم نشده است. شبانه شاه مورچگان با سیله خود آمده جو را چیده بودند. بعد از چند شاه دختر به باغ آمد و خلطه های پر را دیده حیران شد که جوان سپارش مشکل را اجرا کرده است. ولی کبر و غروری خود را پس نکرده گفت هرچند که تو هر 2 شرط مرا اجرا کردی، لیکن وقتی شوهری من میشوی باید برای من از درخت حیات سیب بیاری. جوان نمیدانست که درخت حیات در کجا میروید، ولی او قرار داد که به راه میبراید و جستجو میکند. قلمرو 3 شاه را طی کرد و نهایت به جنگل رسید. به زیر درخت نشست و خواست که خواب کند. همین هنگام خشراسی برگ درخت را شنید و به دستش سیب طلا آمده افتاد. بعد 3 زاغ پریده آمده به زانوی جوان نشستند و گفتند ما همان 3 چوجه زاغ هستیم که تو از مرگ نجات داده بودی. اکنون ما کلان شدیم. وقتی شنیدیم که تو سیب طلایی میجویی به مکانی دوردست که در آنجا درخت حیات میروید پریده رفتیم و برایت سیب طلا را آوردیم. جوان شاد و خرسند شد و سیب طلا را به شاه دختری نازنین آورده داد. شاه دختر دیگر بهانه جویی کرده نمیتوانست. آنها با هم سیب را 2 قسم کرده خوردند. در دل شاه دختر محبت پیدا شد. جوانی خدمتگار و شاه دختر زن و شوهر شدند و تا آخر حیات خوشبختانه زندگی کردند. افسانه به آخر رسید.